چه شب زیبایی است امشب. درود دوستان، خوش اومدین به این ویدیو. گویا چند وقتی هستش که یه چیزی مد شده به نام پاستیل یخمکی و منم گفتم باشه تستش کنیم. بعدش دوستم زنگ زد و گفت که هوس نقاشی کردم و منم گفتم باشه. خلاصه دیگه نقاشی رو کشیدیم و قرار شد هر کی دوستم که خودش نقاشی رو بکشه که این مال من شد و به نظرم بد نشد، اینم مال غزل شدش که خوبه به نظرم. مشکل این بود که ما تایم نذاشتیم و اون توی 5 دقیقه تمام کرد، من تو 50 دقیقه. بعدش تصمیم گرفتیم این طرح پنجه پیشی رو دستامون بکشیم که احتمالاً خوشگل‌ترین چیزی که تو زندگیم دیدم و این شکلی شد. وای خدا، این خیلی طرح قشنگی شد و این برای من شد، اینم برای غزل شدش که به نظرم کلا خیلی چیز گوگلی مگولی بود. بعد دیدیم در راستای گند زدن به دستامون هستیم، گفتیم همین راستا رو بگیریم اینم بکشیم رو دستمون دیگه. مورد علاقه ترین من از بین همه کارامون این بود که خیلی باحال شد و اصلا یه جوره قشنگ باحالی شد. اینم برای غزل شد که به نظرم خیلی جفتشون خوب شدن. دیگه فردا صبح شدیم دیدیم اینا آماده شدن و به نظرم راه نجاتی است برای روزهای فوق گرم تابستان. بعدم دیگه رفتم یه سرخونه پریا اینا. آقا برای اینکه ابهام براتون ایجاد نشه 2 تا پریا داریم، من پریام، دوستم من پریاست. و بعدش نشستیم یکم از فصل 2 ونزدی رو دیدیم که قسمت اولش خیلی خوب بود و اوریگامی درست کردیم و گفتیم بریم یه چیزی بپریم. چقدر بشه؟ 80 نه 2 گرم 2 گرم میشه 80 گرم دقیق. من آشپزم و ظرفشویی منو به عنوان چیز نگاه نکن. من رو فیلم بگیر. فرو چیکار کن؟ خب مگه نگفتی دماشو نشون بدن؟ خب بیا اینم نشون نده، اینا دم درک فیلم توه دارین ببینین. دما بیا 100 گرم. خیلی یکم سختی اومده، شوخی کمکت کنم؟ نه مرسی. یه حالت ماسگونه ای داره. چقدر شد؟ 50 60 واسه 90 10 گرم دیگه بدید. یا دیگه بس عرض شد 100 مطمئنم. واقعا 99 100 شد. خب ابزارات رو میدیم دست سراش پز. من که فقط شکرریز بودم. 170 گرم دارم تو 135 خورده ای 180 شد. زیاد شد. 171 گرم ریختی. پودر و هندی. بچه پودر کوکائین داریم. کاکائو. این دوتا باید مخلوطی از این دوتا 7.5 گرم از این 7.5 گرم از این. حالا ما دقیق 7.5 نداریم. خب بذار یه دونه من بندازم توش. آفرین خودش افتاد. وایسا گرمش مهمه. شاید 1 گرم 1 گرم 2 گرم. خب منو بخور. می حالا چه جدی؟ شما باید با دورتون بزنید. تورن
برید بزن. الکی چیز نکن. الکی چرا فوکوس میشی تو؟ دست تو دوربینه. خب بکش کنار. بسه برش بر. من در این قسمت باید دوباره خب کافی کمی اسلایم شد. خب این چه ترکیب سمیه داریم اضافه میکنیم؟ آردو بکینگ پودر. چه تکنولوژی قیافش یه ذره شبیه گل شده. گل به خدا یه ذره خاکه، یه ذره شیرش کمش. خب خاکی میخوریم. بیسکویت خاکی به از بیسکویت نامرد. نمادک ایرانی اصیل. فکر میکنی ربه ولی توش چیزای غیر ربی میبینی. زن تو برو همه تا بزن. یه بار اینو بزن. چی رو؟ می؟ 80 گرم میشه. بس 1 گرم. 80 چیپسی های نسوزو میریزیم که اینا نسوز. آنی یعنی اگه هر رد ببینه فقط یک کم حالت خوشون از و گلوله های 8 گرمی. نه حدوداً گلوله همون رو بزرگتر میکنه. حدوداً که 14 گرم شو شروع میکنیم به گلوله کردنش. خب 100 سال طول میکش. بذار پرفکت ترین تیکه. بذار نه اون بر اون بالا چه فرقی داره. بایسا پریا باید این کارو پرفکتش کرده. داغه. واو واو ایبا خوشمزه. شمینوش بده. بذار فوکوس کنم. بذار فوکوس کنم. فوکوس. من